چی طوره که از اپافروس تعلیم گرفته اید که او همکار محبوب ما و خدمتگزار امین برای شما در مسیح است و او ما را از محبت شما که در روح است آگاه کرده است. بنابراین ما نیز از آن روزی که این را شنیده ایم در حق شما دعا و التماس را بس نمی کنیم تا که شما از دانش اراده او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید، به طوری که مناسب خداوند رفتار نموده از هر جهت به او پسند آیید و در هر کار نیک ثمره دهید و در دانش خدا نشأ و نما یابید و بر طبق اقتدار جلال او با تمام قوت مستحکم شوید تا که با شادی دارای هر ثبات و صبر باشید و پدر را شکرگزاری نمایید که او ما را به میراث مقدسان در نور شریک گردانیده است و او ما را از سلطنت ظلمات خلاصی داده به ملکوت پسر محبوب خود داخل کرده است که در او ما فدیه به واسطه خون او و آمرزش گناه ها پیدا کرده ایم